مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در برنامه گذشته پیرامون زندگی اجتماعی سیدنا عثمان بن عفان اشاره مختصر داشتیم و الان پیرامون فضائل سیدنا عثمان، فضائل سیدنا عثمان از دیدگاه قرآن، از دیدگاه احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. سیدنا عثمان بن عفان بدون شک از جمله اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و از جمله سابقون الاولون، از جمله نزدیکان و مقربان به رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. هر آیه‌ای که ما در قرآن در وصف صحابه داریم عثمان بن عفان شامل هست. اگر وقتی میخوانیم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، همه این صفت هایی که با اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم، عثمان بن عفان هم جزء این کاروان بود. وقتی میخوانیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سبحان الله، در صف اول و ردیف اول سابقین الاولین و از مهاجرین و از اینها قرار داره سیدنا عثمان بن عفان. ده ها آیه دیگر وقتی اوصاف صحابه در آیاتی که در سوره انفال در آیه 62 و 63 و 64 و 74 و در 75، در سوره توبه در آیه 20، در آیه 88، در آیه 100، در سوره احزاب در آیه 23، در سوره فتح آیه 18، آیه 29، در سوره حشر آیه 8، در سوره تحریم آیه 8. در این سور قرآن، در این آیاتی که بیان شد، تعریف و توصیف اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم هست. در هر آیه‌ای که وصف صحابه بیان شده، این را بدانید که در رأس اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، اونهایی که در ردیف های اول و دوم و سوم و چهارم و اینها میبینیم در ردیف حتی اینها قرار دارند، سیدنا عثمان بن عفان. رأس صحابه سیدنا ابوبکر الصدیق، بعد از سیدنا ابوبکر الصدیق عمر فاروق، بعد از عمر فاروق عثمان بن عفان. یعنی در درجه سوم که بعد از عثمان بن عفان سیدنا علی بن ابی طالب،
به همین ترتیب اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم از لحاظ مقام و منزلت و جایگاه که در رأس صحابه خلفای راشدین هستند، میبینیم باز جایگاه و مقام اصحاب بدر میشه، جایگاه بیعت الرضوان میشه، جایگاه بالاخره اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم، همه به نزد خدا ارزش دارن. الله از همه اظهار رضایت کرده و سیدنا عثمان ابن عفان جز بزرگترین اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم هستند. احادیثی که پیرامون فضائل سیدنا عثمان در مناقب سیدنا عثمان رضی الله عنه بیان شده، باز هم احادیث زیاده داریم، هم احادیث کثیره هست، هم احادیث صحیحه هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که حدیث در بخاری حدیث 2695، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که راوی این حدیث حضرت ابو موسی رضی الله عنه روایت میکنه که در یکی از باغهای مدینه همراه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم رفتم و در خدمت رسول الله بودم. ناگه دروازه باغ زده شد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند برای ابو موسی برخیز دروازه را باز کن و فرمودند افتح له، باز کن دروازه را برایش و بشره بالجنه. الله اکبر. برایش مژده جنت بده. هر کس که بود بگو تو جنتی هستی، تو بهشتی هستی، جنت از آن توست، مژده بدی، بشارت بدی جنت را برایش. ابو موسی میگوید من دروازه را باز کردم، دیدم که ابو بکر صدیق هست. الله اکبر. مقام و جایگاه سیدنا ابو بکر صدیق که چندین برنامه پیرامون سیدنا ابو بکر صدیق صحبت شد. سیدنا ابو بکر صدیق آمد، لحظه نگذشت که بار دیگر دروازه به صدا در آمد و دروازه باغ در زده شد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای ابو موسی گفتند برخیز دروازه را باز کن و برایش مژده و بشارت جنت را بدهی. این مرحله کی بود؟ ابو موسی میگوید دروازه را باز کردم که عمر فاروق رضی الله عنه، میگوید برایش مژده بهشت دادم و وارد باغ شد. لحظه نگذشت که مرحله سوم دروازه باغ زده شد و رسول معظم اسلام فرمودن، اینها از معجزات رسول صلی الله علیه و سلم هست، فرمودن افتح له، افتح له، باز کن برایش و بشره بالجنه على بلوى تصیبه. الله اکبر. الله اکبر. دروازه را باز کن برایش و مژده بهشت بده و بر او بگو که صابر باش بر او مصیبتی که بر تو میرسد. ابو موسی میگوید دروازه را باز کردم، دیدم عثمان ابن عفان، برایش مژده بهشت دادم و برایش گفتم که رسول الله فرمودن مصیبتی که بر تو میرسد تو صابر باش که اون مصیبت و اون فتنه عظیم و بزرگ است. سبحان الله. که انشاءالله پیرامون اون مصیبت و اون فتنه زمان است که شورشیان شورش میآورن بر خانه عثمان ابن عفان. این حدیث بخاری که اصح الکتب بعد از کتاب الله به نزد اهل سنت و جماعت هست، برای عثمان ابن عفان مژده جنت و مژده بهشت داده شد. حدیث دیگر
حضرت انس رضی الله عنه روایت میکنه، باز هم حدیث بخاری هست، حدیث بخاری هست، حدیث 3697 که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر صدیق، عمر فاروق و عثمان بن عفان رفتن بالای کوه احد. وقتی بر کوه بلند شدن، کوه لرزه کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اسکن احد، آرام باش، فلیس علیک الا نبی و صدیق و شهیدان. الله اکبر. آرام باش ای احد، نمیدانی که بالای تو کیست؟ متوجه باش که یک نبی هست، یک صدیق هست، دو شهید هست. نبی خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صدیق سیدنا ابوبکر الصدیق، و دو شهید سیدنا عمر فاروق و سیدنا عثمان بن عفان. رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله معجزاتشان اینه که در احد گفتن دو شهید مجده و بشارت شهادت را برای سیدنا عمر و برای سیدنا عثمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در آنجا دادن. این فضائل و این فضیلت برای کی میسر می شود؟ برای چی کسی؟ که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مجده شهادت، مجده و بشارت شهادت را برای عثمان بن عفان میدن. از جمله فضائل عثمان بن عفان، یحیی بن سعید روایت میکنه پیرامون شرم و حیای عثمان رضی الله عنه روایت میکنه و همچنین این حدیث را ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هم راوی این حدیث هستند. حدیث در مسلم هست، صحیح مسلم، حدیث 2402 به اینه که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم روزی در منزل دراز کشیده بودن، در خانه خود سر مبارک گذاشته بود، دروازه در زده شد، گفتن ابوبکر هست. سیدنا ابوبکر صدیق اجازه خواست، آمد به نزد رسول معظم اسلام، مسائلی که لازم بود گفت و آنچه که لازم بود شنید و گفتگو صورت گرفت و سیدنا ابوبکر صدیق رفتن. بعد سیدنا عمر آمد، رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم تکیه کرده بودن و سر گذاشته بود، دراز کشیده بودن، پای مبارک دراز بود. سیدنا عمر آمدن، مسائل و جریان هایی که بود، خب اینها وزرا هستن، وزیرا هستن، مسائلی که به اینها مراجعه میشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر میدن و از رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور میگیرن ما چه کار بکنیم، کجا بریم، کیا آمدن. اینها هر لحظه با رسول صلی الله علیه وسلم ارتباط داشتن، هر لحظه با رسول صلی الله علیه وسلم نشست و برخاست داشتن، مشوره داشتن، گفتگو داشتن. مرحله سوم سیدنا عثمان بن عفان اذن و اجازه خواست. وقتی سیدنا عثمان اذن و اجازه خواستن، رسول صلی الله علیه و سلم چی فرمودن و رسول صلی الله علیه و سلم چگونه برخورد با سیدنا عثمان نمودن و رسول صلی الله علیه و سلم چی ارشاد فرمودن و چگونه
ملاقات با سیدنا عثمان داشتن. سیدنا ابوبکر آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دادن، اونها آمدن، مشکلات خود گفتن رفتن. سیدنا عمر آمدن، مشکلات خود را گفتن و رفتن. مسائلی که گفتنی بود گفتن و شنیدنی بود شنیدن. اما عثمان ابن عفان وقت اجازه میخواهد، رسول صلی الله علیه و سلم به جای خود می نشینند، سر مبارک گذاشته نیست، لباس خود را جمع و جور میکنن، برای عثمان میگن حالا بیا داخل. سیدنا عثمان میآید، مسائل خود را میگوید و آنچه که حرفهایی که لازم بود با هم گفتگو میکنن. سیدنا عثمان اجازه میگیرد و برمیگردد. ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرمایند یا رسول الله، ابوبکر آمد شما از جای خود بر نخواستید، عمر آمد شما از جای خود بر نخواستید، اما عثمان که آمد شما از جای خود برخواستید. چرا؟ چرای این را انشاءالله بعد از میان برنامه بیان میکنیم که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل عثمان ابن عفان از جای خود برخواستن و لباس خود را جمع و جور نمودن. با ما باشید. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عثمان ابن عفان وارد می شود به خانه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در جای خود دراز کشیده بودند، استراحت بودند. رسول الله می نشینند و با عثمان ابن عفان حرف می زنند. ام المؤمنین عایشه می فرماید یا رسول الله، چرا با عثمان ابن عفان چنین برخورد کردید و در جای خود نشستید و بسیار با ادب و با احترام، با آن طوری که با ابوبکر و عمر برخورد نکردید ولی با عثمان خیلی تفاوت داشت برخورد شما؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند نمیدانی حیای عثمان را؟ الله سبحانه و تعالی چنان شرم و حیای در وجود این مرد گذاشته که رسول الله میفرمایند من ترسیدم که از این که اگر عثمان بیاید و ببیند که پای من دراز هست، شاید از شرم و حیایی که داره نتانه آنچه که گفتنی داره برای من بگوید، مبادا کار خود را درست برای من بیان نکنه و برخیزه و برود. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند الا استحیی من رجل، چگونه من
حیا نکنم از مردی که الله اکبر تستحی منه الملائکه، چگونه من از مرد حیا نکنم که ملائکه از این حیا میکنند، فرشتگان از این حیا میکنند. ببینید جایگاه عثمان ابن عفان را، شرم و حیای عثمان ابن عفان را. وقتی من و تو میگیم ما پیرو عثمان ابن عفان هستیم، حیای عثمان باید در زندگی ما بیایه، سخاوت عثمان باید در زندگی ما بیایه، شجاعت عثمان باید در زندگی ما بیایه. اینها صفتهای سیدنا عثمان هست. شب زنده‌داری عثمان ابن عفان باید در زندگی ما بیایه. تلاوتهای قرآنی که عثمان ابن عفان داشت باید در زندگی ما بیایه. خوف و ترسی که عثمان از الله سبحانه و تعالی داشت باید در زندگی ما بیایه. سیدنا عثمان وقتی سر قبر میرسید چنان گریه میکرد که ریش مبارک خیس میشد و تر میشد. باید در زندگی ما این ترس و این خشیت و این خوف الهی باید در زندگی ما بیایه. این جایگاه و فضائل سیدنا عثمان ابن عفان. همچنین پیرامون این که عثمان ابن عفان با حیاترین فرد جامعه خود بود، وقتی در خیر القرون از لحاظ حیا عثمان ابن عفان از همه بالاتر بود. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند، انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله فرمودن ارحم امتی ابو بکر، مهربانترین فرد از امت من که از همه مهربانتر است ابو بکره. الله اکبر. یعنی در بین کل امت مهربانتر از ابو بکر صدیق ما پیدا کردن نمیتوانیم. و میفرمایند اشدها فی دین الله عمر، آن شدتی که سیدنا عمر به خاطر تقویه دین داشت هیچ کس در بین امت نیست. آن شدتی که سیدنا عمر داشت در خدمت دین بود. اشداء علی الکفار سیدنا عمر بن الخطاب بود و الرحماء بینهم. الله اکبر. صفت صحابه، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. و بعد می فرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصدق حیاء عثمان. الله اکبر. حیا با حیاترین فرد این امت عثمان ابن عفان هست. حیای عثمان به اینه که رسول معظم اسلام میفرمایند الا استحی من رجل تستحی منه الملائکه، چگونه من حیا نکنم از آن مردی که، از آن کسی که ملائکه از او حیا می کند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم پیرامون فضائل عثمان ابن عفان احادیث زیاد هست. حدیثی که در برنامه‌های گذشته هم اشاره شد که سیدنا عثمان وقتی که جیش الاسره را تمویل میکنه رسول الله میفرمایند ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، یا در بعضی اقوال آمده ما عمل بعد اليوم. عثمان دیگه ضررناک نمیشه بعد از امروز دیگه عثمان هیچ چیزی برای عثمان ابن عفان ضرر نمیرسانه. میخوام این را بگم برای دشمنان سیدنا عثمان ابن عفان، میخوام این را بگم تو کسی که بر سیدنا عثمان ابن عفان زبان درازی میکنی، تو کسی که به سیدنا عثمان ابن عفان حرفهای ناشایست و ناسزا را به زبان میآورید، چی با قلم خود، چی با درهم خود، چی با زبان خود، این را بفهم و بدان که از اعجاز
و از معجزات رسول صلی الله علیه و سلم هست که عثمان ابن عفان ضررناک نمی شود. هیچ ضرری به عثمان، تمام سرمایه خود را مصرف کنی به خاطر تخریب عثمان ابن عفان نمی توانید، چون رسول الله فرمودن بعد از جیش الاسره ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، دیگه ضرر نمی رسد. قلمی که بر ضد عثمان ابن عفان بنویسه او بر ضرر خود می نویسد، زبانی که بر ضد عثمان ابن عفان باز بشه او زبان بر ضد خود و بر تخریب خود و بر تیشه است که بر ریشه خود میزند. این از معجزات رسول صلی الله علیه وسلم. به عثمان دیگه ضرر نمیرسه که بخواهید نسبت به سیدنا عثمان ابن عفان کوچکترین حرف را به زبان بیاورید، بفهم و بدان که این به ضرر خودت، به ضرر تمام زندگیت، به ضرر دنیا و آخرت تو. انسانی که بخواهید به مجموعی اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم زبان درازی کنید، خصوصا و بالاخص به سیدنا عثمان ابن عفان. فضائل سیدنا عثمان، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در بیعت الرضوان، شما کل بیعت الرضوان که رسول صلی الله علیه و سلم از صحابه بیعت گرفتن که میرویم میجنگیم، به خاطر چی؟ وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان ابن عفان را به نماینده در بیعت الرضوان در صلح حدیبیه روان کردن، وقتی از حدیبیه عثمان ابن عفان طرف مکه رفت، به رسول صلی الله علیه و سلم خبر رسید که عثمان ابن عفان را شهید کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این بیعتی که از صحابه میگیرن به خاطر چی بود؟ وقتی اصل و اساس و ریشه یابی بکنیم، به خاطر دفاع از سیدنا عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان وقتی که خبر شهادتش به رسول الله میرسه، در حالتی که شهید نشده بودن، چنین شایعی رسید که عثمان ابن عفان را شهید کردن. رسول صلی الله علیه و سلم فضرب نبی الله احدى یدیه علی الاخرى، رسول صلی الله علیه و سلم یک دست را بر دست دیگر گذاشتن و فرمودن وقال هذه عن عثمان ابن عفان. الله اکبر. دست رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خود را به جای دست عثمان قرار میدن. این ید عثمان هست، میگن که بر این ید دیگر من گذاشته میشه، این عثمان هست که با من در اینجا بیعت میکنه. این مقام، این منزلت، این جایگاه و این عظمت و این بزرگی را ببینید. اشخاصی که به خاطر دفاع از عثمان ابن عفان با رسول الله بیعت میکنن و دست بیعت میگذارن، الله از همه اظهار رضایت میکنه. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. این بیعت به خاطر چی بود؟ به خاطر دفاع از عثمان ابن عفان، به خاطر دفاع از خون عثمان ابن عفان، به خاطر دفاع از آبروی عثمان ابن عفان. الله اکبر. این فضائل عثمان ابن عفان را ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکر ترتیب میده به خاطر دفاع از عثمان ابن عفان، و این لشکری که ترتیب شده و این بیعتی که صورت میگیره، الله از فوق آسمان ها میگه از این بیعت شما من راضی هستم. عثمان ابن عفان فضائلش در آیات و در احادیث گفتیم، هر آیه‌ای که وصف صحابه هست وصف عثمان ابن عفان در او بیان میشه. احادیث زیادی داریم که فضائل عثمان ابن عفان را بیان میکنه. خلاصه سیدنا عثمان کیست؟ داماد رسول صلی الله علیه و سلم، دو دختر رسول صلی الله علیه و سلم در کنار عثمان ابن عفان خوابیده است. حضرت رقیه همسر
اول عثمان بن عفان دختر رسول صلی الله علیه و سلم. بعد از رقیه ازدواج با ام کلثوم دختر رسول صلی الله علیه و سلم. کسی که دو دختره سید الانبیاء والمرسلین در خانهش رفته، این کم فضائل است؟ آیا این؟ یک لحظه فکر بکن. عثمان بن عفان وقتی لقب ذی‌النورین را گرفت به خاطر چی؟ ذی‌النورین این صاحب دو نور، یعنی دو نور، یعنی دو جگرگوشه رسول صلی الله علیه و سلم. این فضیلت از آدم تا به خاتم نصیب هیچ یک از انسان ها نشده که دو دختر از یک شخصیتی که سید الانبیاء و المرسلین به خانهش باشه. ما وقتی در تاریخ میخوانیم درسته حضرت موسی داماد حضرت شعیب، ولی یک دختر از حضرت شعیب برایش داد. سیدنا علی ابن ابی طالب داماد رسول صلی الله علیه و سلم، اما یک دختر فاطمه الزهرا. اشخاصی که داماد پیامبرا شدن یک دختر فقط گرفتن. از آدم تا به خاتم تا به قام قیامت این فضیلتی که الله نصیب سیدنا عثمان کرده، این امتیازی که الله برای سیدنا عثمان داده، برای هیچ یک از انسانهای دنیا، از اول دنیا، از آدم تا به خاتم نداده. فقط این خاصه سیدنا عثمان ابن عفان هست، نه دیگر کسی، که دو دختر پیامبر در خانه اش و در عقدش رفته باشه و پیامبر فرموده باشه که اگر دختر سومی هم می داشتم برایت می دادم. این فضیلت و این ویژگی خاصه عثمان ابن عفان هست. دیگر هیچ کس به چنین فضیلتی، به چنین فضائلی، به چنین ویژگی نائل نشده است جز عثمان ابن عفان. به هر حال فضائل سیدنا عثمان ابن عفان زیاده. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که صفتهایی که سیدنا عثمان داشتن، صفت شجاعت، صفت حیا، صفت سخاوتمندی، صفت شبزنده‌داری، صفت حلم و بردباری، صفت خوف و خشیت الهی، صفت که غنی بودن و دست باز داشتن، صفت خلق عظیم، اخلاق نیکو، متواضع، زاهد و متقی و پرهیزگار. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که این صفتها را ما هم در زندگی خود پیاده کنیم، عثمانوار زندگی کنیم. الله سبحانه و تعالی از زهد و تقوا و پرهیزگاری که نصیب عثمان ابن عفان کرده بود، از او حلم و صبر و بردباری که الله نصیب عثمان ابن عفان کرده بود، از آن شجاعت و سخاوت و از آن دست بازی که الله نصیب عثمان ابن عفان کرده بود، الله برای همه امت اسلامی عنایت بفرماید و ما را پیرو واقعی اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم، خصوصا پیرو واقعی عثمان ابن عفان بگردانه. ان شاء الله به برنامه بعد پیرامون سیدنا عثمان ابن عفان در دوران خلافت ابوبکر و عمر رضی الله عنهم چگونه نقشه داشتن، پیرامون نقش سیدنا عثمان در دوران خلافت شیخین یعنی ابوبکر و عمر چگونه بود، بیان خواهیم نمود با امید این که الله به ما توفیق بده که راه این بزرگان را تعقیب نماییم. همیشه این آیت را مد نظر داشته باشید. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان شما مثل ایمان صحابه شد، یعنی منهج شما اگر مثل منهج صحابه شد،
راه شما، روش شما، برخورد شما، اخلاق شما، اعمال شما، افعال شما اگر مثل این صحابه شد، فین آمنوا بمثل ما آمنتم، اگر ایمان شما مثل ایمان اصحاب رسول الله شد شما هدایت میشوید. بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا فانما هم فی شقاق. اگر بدون راه صحابه راه دیگری را جستجو کردید بدان که او راه شقاوت و بدبختی هست. پروردگار عالم ما را پیرو واقعی اصحاب رسول الله بگردانه. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.